الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بإذن الله تعالى این حلقه 65 از آموزش کلمت التوحید است و در این حلقه به شما در مسئله گوناگونی که تعلق به شرط صحت پنجمی کلمت التوحید دارد صحبت خواهیم کرد. اولین مسئله این شرک محبت است. زمانی که محبت همچون عبادت فهمیده شد، به شما بیان گشت که محبت نه فقط یک عبادت است بلکه یکی از بزرگترین عبادت هاست که الله سبحانه و تعالی از ما طلب نموده است. فهمیده می شود که در این عبادت بعضی ها خطا رفته اند و به شرک دچار شده اند. برای همین هر کسی که در باب محبت شرک را انجام می دهد این را شرک المحبه، شرک دوستداری گفته می شود. یعنی در محبت چیزی دیگری را غیر الله را به الله برابر می کند. اصل در این نمود شرک قولی سبحانه و تعالی هست که الله بیان می کند در سوره بقره 165: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذین آمنوا اشد حبا لله. و از مردم کسانی هستند که من دون الله غیر از الله را به الله شریک قرار می دهند و همین غیر از الله را دوست می دارند چنانه که الله را دوست می دارند. و آنانی که ایمان آورده اند حب یعنی دوستداریشان سخت‌تر است بر الله. البته ما در این قسم آخر آیت که آنانی که ایمان آورده اند دوستداریشان سخت‌تر است نسبت الله، به شما دو معنی را از سلف بیان نموده. معنی اول این است که از مشرکان دیده الله را زیادتر و سخت‌تر دوست می‌دارند و معنی دوم این است که از دوستداری مشرکان شرکشان را دیده مؤمنان الله را زیادتر دوست می‌دارند. بارک الله فیکم. پس حقیقت شرک در محبت این است که یک انسان غیر الله را دوست بدارد چگونه ای که الله را دوست می‌دارد. یک انسان غیر الله را دوست دارد مثل محبت الله. از محبت معبودات یا که از محبت طاغوت ها که بر وی پیروش بشود یا اطاعتش بکند از غیر الله سبحانه و تعالی، یا محبت دشمنان الله و دوستی و مهربانی و محبت کردن به دشمنان الله سبحانه و تعالی، این را میگن شرک در محبت. امروز این نمود شرک دیده می شود، مشاهده کرده می شود در بین امت اسلام. چقدر کسانی هستند که خود را مسلمان می گویند اما دشمنان الله را دوست دارند و به آنها محبت می ورزند، تولیه اونها می کنند، دوستداری اونها می کنند، نصرتشان می دهند. سبحان الله. و چقدر انسان ها طاغوت ها را دوست می دارند و بعضشون بر طاغوت سجده می کنند، سخت پیروی می کنند، اطاعت می کنند. پس همه اینها در شرک محبت آمیخته شده اند و مشرک شده اند. پس ضابط محبت شرکیه چگونه است؟ ضابط یعنی دایره محبت شرکیه، آن دایره که محبت شرکیه را به من شما کاملا بیان می کند. علما چند چیز را ذکر کردند و گفتند که شرک محبت در درون همین چیز هاست. انحصار و جمعش در درون همین چیز هاست. یکمیش دوست داشتن مخلوق که در برگیرنده خضوع، تذلل، یعنی انسان یک مخلوق الله آفریده را چنان دوست دارد که در نزد این انسان خود را پست حس کند، همیشه در حالت خواری و زاری باشد و
امید به همین چیز بکند، به همین مخلوق بکند، در نزد این مخلوق خود را شکسته حس بکند، رغبت و رهبت و ترسش، امیدش و توکلش به همین مخلوق باشد، این شرک محبت را انجام داده است و مشرک شده است. دومین، هوای و هوس خود را از همه چیز پیش بگیرد، دنیا را دوست بدارد. یعنی ببینید، هوا و هوس خود را پیش بگیرد و دنیا را دوست بدارد از محبت الله و از طاعتش. یعنی از الله دیده و از اطاعت الله دیده هوای و هوس خود را، محبت دنیا را پیش بگیرد. به مانند دوست داشت محبت مال و جمع کردن مال، از همه راه و از همه درآمد فرق ندارد که این از راه حلال است یا حرام است یا انسان کشی است، فرق ندارد. بخیل شدن در بالای مال دنیا، مشغول شدن به مال دنیا و ترک کردن طاعت الله، عبادت الله به خاطر جمع کردن دنیا. و همین مقصود سخن رسول اکرم صلی الله علیه و سلم است که میگویند تعس عبد الدینار، تعس عبد الدین درهم، تعس عبد الدین ان اعطی منها رضی و این منع منها سخط. سبحان الله. پس به شما 2-3 مراتب تکرار کردیم، بار دیگر یادرس میکنیم سخن علامه ابن رجب حنبلی را که در کتاب فتح الباری خود میگویند علامتی پیش گرفتن محبت رسول از دیگر محبت ها و از محبت های تمام مخلوق این است که وقتی که سخن رسول الله با دیگر سخن ها و امرها مخالف می آید، سخن رسول الله را اطاعت بکنید، پیش گیرید و دیگر سخن ها را ترک بکنید. این دلالت میکند که محبت شما نسبت رسول الله صحیح است. و در زیر این حدیث ابن رجب حنبلی میگن، در زیر تعس عبد الدینار، این حدیث دلالت میکند که میگند هر کسی که هر چیزی را دوست بدارد و اطاعت بکند و به خاطر همین حرکت بکند، قصدش و مطلوبش به خاطر همین باشد، پس بداند که بنده همون چیز شده است و همون چیز معبودش شده است، الهش شده است. سبحان الله. سومین چیزی که در داخل محبت شرکیه هست، دوست داشتن آن چیزی که الله بد میبیند از گناه، به مانند تمام معاصی، یا که دوست داشتن دشمنان الله، به مانند دوست داشتن کفار، دوست داشتن شرک و از این جمله ها. سبحان الله. که این همه به ما نشان میدهد که این همه عمل ها در زیر چی است؟ محبت شرکی است. ضابط محبت شرکی همین است: دوست داشتن مخلوق و مانند دوست داشتن الله، پیش گرفتن هوا و هوس دنیا از اطاعت الله و دوست داشتن آن چیزی که الله بد میبیند. بارک الله فیکم. این محبت شرکی است، یعنی مخالف محبت تعبدی است. ما گفتیم محبت 5 نمود است: محبت عادی، طبیعی، فطری. این اولین محبت. محبت دوم محبت تعبدی. محبت سوم محبت لزومی، یعنی محبت ما يحب الله. و محبت چهارم محبت شرکی و محبت پنجم محبت حرام، محرمه. نمودهای شرک در محبت. البته شرک در محبت هم مثل دیگر شرک ها اکبر دارد و اصغر دارد. بعضی از نمود شرک هایی که در محبت است اکبر است، انسان خارج از ملت اسلام میکند، کافر میکند، کفر اکبر. و بعضی نمودهای محبت، شرک محبت هست که صاحبش را البته کافر نمیکند، این کفر دون الکفر و شرک اصغر است. بارک الله فیکم. یعنی حسب معتقدات انسان است، وابسته به عقیده انسان است که در محبت غیر الله چگونه معامله کرده است. اگر غلو کرده باشد البته به شرک اکبر میبرد. مسئله دیگر اینجاست که شرک محبت تعلق شدید به شرک در ربوبیه دارد، که در این مسئله 2 طایفه واقع شدند. طایفه اول که در شرک محبت و در شرک ربوبیت واقع شدند، این معطله و جهمیه هست، زیرا که اینها
انکار صفت محبت الله سبحانه و تعالی کردند. معطله و جهمیه انکار صفت محبت کردند و این مذهب باطل، فرقه باطل معطله و جهمیه میگویند الله دوست داشته نمی شود و الله را، یعنی الله را دوست داشته نمی شود و الله هم هیچ کسی را دوست نمی دارد. دوست داشتن الله و دوست داشتن الله بندگانش را، هر دو طرفش را اینها منع کردند. سبحان الله. و فرقه دوم، طایفه دوم، جبریه و حلولیه که اینها صاحبان وحدت الوجود میگویند که الله کفر را هم و معاصی و گناه را دوست می‌دارد. سبحان الله. هر دو این فرقه باطل هستند. فرقه معطله و جهمیه انکار صفت محبت میکند و میگوید که الله را دوست داشتن ناممکن است و الله هم هیچ کس را دوست نمی‌دارد. این باطل است، بلکه الله را دوست داشتن این امری فرض است و الله هم بندگانش را دوست می‌دارد. خیلی که آیات به این دلالت میکند. و جبریه و حلولی که میگویند الله هم کفر و هم معاصی را دوست می‌دارد، که البته این غلط است. الله کفر و معاصی را بد می‌بیند. بارک الله فیکم. البته در بعض آیات ها، مثلا در سوره شعراء آیت 98، در سوره انعام آیت اول، دو کلمه آمده است که تعلق به شرک محبت دارد. کلمه اول نسویکم، این را علما میگن تسویه، مساوات. کلمه دوم در سوره انعام یعدلون، العدول میگند، یعنی حقیقت کلمه مساوات و عدول، اونی که الله سبحانه و تعالی در این سوره ها ذکر کرد از صفت مشرکان. الله گفت اذ نسویکم برب العالمین، زمانی که برابر کردتون با رب عالمیان. ثم الذين كفروا بربهم يعدلون، پس آنانی که کفر ورزیدند به اللهشان عدول کردن. یعنی در اینجا تسویت المشرکین و معنای یعدلون، عدول و معنای مساوا این است که مشرک ها بین الله و بین این معبودانی که خودشان ساخته اند از الههای باطل در محبت برابر کردند. چگونه که بعضی از سلف در معنای این هر دو آیت شعراء 98 و سوره انعام آیت 1 گفتند. یعنی معنای این آیت همین است که مشرکان هم الله را دوست می داشتند، هم غیر الله یک هیکل ساختند، یک بتچه ساختند. همین بت و همین هیکل را هم مثل الله گویا که دوست داشتند. در محبت غیر الله را به الله برابر کردند و دو چیز را مثل هم الله و هم غیر الله را برابر دوست داشتند، که البته این شرک است. معنای این آیت نسویکم همین است، یعنی برابر کردید. عدول هم به معنای برابری است، یعنی برابر کردن غیر الله بر الله، که این شرک است. بارک الله فیکم. پس محبت عادی، دنیوی، طبیعی چگونه محبت است؟ ضابطش چگونه است؟ یعنی دائره محبت دنیوی طبیعی چیست؟ تا کجاست؟ محبت دنیوی طبیعی تا کجا دائره اش ممکن است؟ اولا محبت طبیعی دنیوی تا همان جا جایز است که شما را از طاعت الله و از محبت الله باز ندارد. هر محبت غیر الله که شما را از طاعت الله باز می دارد، از محبت الله باز می دارد، این محبت شرکی می گردد، یا محرم می گردد، یا حرام می گردد. پس محبت دنیا و محبت طبیعی فطری همان محبت است که شما را از طاعت الله مشغول نسازد، از محبت الله شما را مسئول نسازد. دومین ضابطش، دایرهش این است که محبت دنیوی و طبیعی شما را به سوی گناه و معصیت الله دعوت ننماید. هر یک محبت غیر الله که
یعنی محبت دنیوی طبیعی فطریه که شما را به سوی گناه، به سوی سرکشی از امر الله دعوت میکرد. دانید که این محبت حرام است. سومین ضابط محبت دنیوی این است که محبت دنیوی محبت باشد که با همراهیش خواری، حس کردن خواری و ذل و خضوع به یگان مخلوق نباشد. یعنی وقتی که یگان مخلوق را دوست می‌دارید، شما در نزد وی خود را شکسته، در نزد وی خود را خوار و ذلیل حس نکنید، بلکه این همه صفات نسبت الله سبحانه و تعالی باید انجام داده شد. پس این سه شرط محبت دنیوی، محبت طبیعی است. محبت طبیعی شما را از طاعت الله باز ندارد، از محبت الله باز ندارد، شما را به گناه و معصیت دعوت ننماید و با همراهیش خواری و ذلیلی وجود نداشته باشد. زمانی که یکی از این چیزها پیدا شد، پس دانید که محبت طبیعی تبدیل به محبت حرام شد. بارک الله فیکم. پس بدانید هر یک محبتی که به خاطر الله نیست سبب دشمنی و عداوت می گردد و تبدیل می یابد به بغض و عداوت. چگونه که الله سبحانه و تعالی در سوره زخرف آیه 67 می گوید: الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو الا المتقین. بخیل ها در همان روز، یعنی روز قیامت، بعضشان به بعضشان دشمنند مگر هم متقیان پرهیزگاران. یعنی آن انسان هایی که در این دنیا دوستیشان نه به خاطر الله بود بلکه به خاطر مال و دنیا بود، در روز قیامت این دوست ها به همدیگر دشمن خواهند شد. عداوت و دشمنی و بغضشان در روز قیامت از اونها ظاهر خواهد شد، مگر هم متقیان، آنانی که اطاعت الله را در این دنیا کردند، امرهای الله را بجا آوردند و از نهیهای الله ترس از الله باز ایستادند، اینها دوستیشون باقی میماند. سبحان الله. ابن عباس رحمه الله، ابن عباس رضی الله عنه صحابی جلیل میگویند: و هي في بغض المشركين لآلهتهم والعكس وزوال المحبة ومثلها في قولهم فزيلنا بينهم. یعنی این آیت دلالت میکند به بغض مشرکان همدیگرشون را، خصوصا بغض مشرکان این معبودان باطلشون را، و نابود شدن محبت در روز قیامت. هر کسی که در این دنیا غیر الله را پرستید در روز قیامت دشمنش خواهد شد. خیلی که به این آیت دلالت یکفرون بشرککم. پس این چنین محبت های بدعی وجود دارد، به مانند محبت بدعتی صوفی. از محبت محرمه، از محبت حرام، این محبت صوفی که خودشان این نمود محبت را ساختند. که گویا هر کسی که به الله نزدیک می شود باید یک عشق شدید داشته باشد که در این عشق محبت باید، در عشق محبت الله باید مست بشود، دیوانه بشود، رقص بکند و به حد برسد که دیوانه شود و مجنون شود. که البته این نمودی محبت محرمه هست و محبت بدعت است و این محبت صوفی هست. خود صوفی اختراع کردند و پیدا کردند که در عشق انسان باید مست شود، دیوانه شود، و این چنین صوفی ها غلو کردند در محبت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم و از همین جهت غلو کردنشان به رسول الله صفتهای الوهیت را، صفتهای معبود ربوبیت را به رسول الله دادند. سبحان الله. چخیلی که ابن القیم الجوزی میگن در این امت همه فرقه هایی که به کفر و شرک واقع شده است از سبب غلو هست، نه از سبب تفرید، از سبب افراط است. صوفی ها عادتا وقتی که غلو در عشق الله کردن، غلو در عشق رسول اکرم صلی الله علیه وسلم کردن، در آخر صفت الله را
به رسول الله دادند و در عشق الله دیوانگی بعضی چیزهای دیگر را اختراع و پیدا کردند که در آخر به کفر و به شرک اونها را وارد کرد. سبحان الله. پس این در حقیقت بدعت ساخته صوفی ها بود. طائفه هایی که در شرک محبت واقع هست، طائفه هایی که به شرک محبت واقع شده است، اولینش رافضه و صوفی. سبحان الله. زیرا که اصلی رافضه و صوفی در شرکشان در شرک محبت است. در حق امام هایشان رافضه غلو کردند و مشرک شدند. در حق علی غلو کردند و علی را اله خواندند. علی را گفتند که تو معبودی مایی، تو الهی مایی. حتی علی رضی الله عنه این انسان ها را سوختند، در آتش سوزانیدند. و این چنین صوفی ها غلو کردند، در محبت الله و شرک ها را به وجود آوردند، در محبت رسول الله و شرک ها را به وجود آوردند. سبحان الله. چخیلی که یک از شیخهای صوفی تیجانی میگد از بزرگترین شرط هایی که بین مرید و بین شیخش جمع می شود این است که مرید چنان شیخ را دوست دارد که هیچ کسی را و هیچ ذاتی را در قلبش اینچنین دوست ندارد. یعنی شیخ برای مرید این چی است؟ اله است. اعوذ بالله من ذلك. و البته در حلقه های شناخت صوفی، تصوف شناسی، ما این عقیده های باطل صوفی را به شما در گروه شناخت فرقه ها بیان خواهیم کرد. دومین فرقه هایی که در مسئله محبت شرکیه واقع شده اند، شرک المحبه واقع شده اند، این عباد الدنیا، دنیا پرستان، بندگان دنیا و بندگان شهوت و هوا و هوس هستند. چگونه که الله در سوره فرقان آیه 43 میگوید ارأیت من اتخذ الهه هواه. آیا دیدی کسی را که معبودش را هوای خودش گرفته است؟ یعنی هوای خودش، هوس خودش را معبود گرفته است. بله، در حیرت نمانید، همچنین است. بسیار هستند انسان هایی که الهشان، معبودشان انمین نفسشان هست، هوا و هوسشان هست. اما دانید که این نمود شرک از قبیل شرک اصغر است. انسان را یک باره به شرک اکبر نمیبرد. یعنی کسی که پیروی هوا و هوس شده است، ما این را یک باره نمیگوییم که این مشرکی اکبر است. زمانی که مسلمان است، نمازخوان است، اما پیروی هوا شده است، این از قبیل شرک اصغر است. اما در بعضی حالت ها انسان را، صاحبش را به کفر اکبر یا شرک اکبر میبرد و این از سببش و مناطش از شرک اراده به وجود میاد. و سومین فرقه و گروه و جماعتی که در شرک محبت واقع شده اند، اینها دوستداران کفار، متولین للکفار علما میگند به زبان عربی. یعنی دوست گیرندگان کفار، کفار را دوست گرفته اند به قلبشان و این چنین کفار را نصرت میدهند. هر کسی که کافر را دوست دارد، هر کسی که کافران را دوست دارد، هر کسی که کافران را کافر نگوید، هر کسی که کافران را نصرت بدهد، بداند که این در شرک محبت واقع شده است. سبحان الله. پس هر کسی که موالی، یعنی دوست گیرنده غیر الله باشد و دوست گیرنده غیر دوستان الله باشد، به تحقیق شرک را انجام داده است و این شرک در شرک محبت است، در قسم شرک محبت است. الله سبحانه و تعالی در سوره آل عمران آیه 28 میگوید لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من الله في شيء إلا أن تتقوا منهم تقاه. یعنی مؤمن ها کسانی هستند که کافران را دوست خود، اولیای خود نمیگیرند. لا يتخذ، نمیگیرند مؤمنان کافران را اولیا
از مؤمنان دیده. یعنی مؤمن کسی است که مؤمن را دوست خود میگیرد، کافر را دوست خود نمیگیرد. هر کسی که کافر را دوست خود گرفت فلیس من الله فی شیء، در نزد الله هیچ قدر قیمتی ندارد. و اینچنین الله در سوره مائده آیه 51 میگوید یا ایها الذین آمنوا، ای آنانی که ایمان آوردید، لا تتخذوا اليهود والنصارى اولیاء، یهود و نصارا را اولیای خود، دوست خود مگیرید. بعضهم اولیاء بعض و من یتولهم منکم، و هر کسی که از شما اونها را دوست خودش قرار میدهد فانه منهم، پس همون از اونهاست. یعنی هر مسلمانی که کافر را دوست می‌دارد این هم مثل اونها کافر شده است. سبحان الله. علما در اینجا میگن از آثارهای معنای موالات کفار این است که یعنی دوست داشتن کفار، نصرت دادن کفار، دعوت کردن به سوی کفار، به عقیده اونها، موافقت اعتقادات و نقشه های کفار و زندگی کردن را افضل دانستن در بین کفار. این همه معنایش دوستداری کفار است. و چهارمین فرقه که در مسئله شرک محبت واقع شده است این جهمیه و معطله هست که میگویند الله سبحانه و تعالی را هیچ کس دوست داشته نمیتواند، یعنی الله دوست داشته نمیشود و الله کسی را هم دوست نمیدارد، که البته این عقیده باطل است و با همین عقیده به شرک محبت واقع شدند. سبحان الله. پس بارک الله فیکم، بدانید که زیادن کسانی که ادعا میکنند، دعوا دارند که اونها از اهل توحیدند و از اهل محبت کنندگان به الله هستند. وقتی که نظر میکنیم این محبتشون محبت مکذوبه و دروغین است. برای من علما حتی یک بابی را هم ذکر کردند، حال ادعا کنندگان توحید از اصحاب محبت مکذوبه، یعنی حال کسانی که خود را موحد می نامند و خود را عاشقان الله می نامند، در حالتی که این دروغ است. اولا بدانید که اهل توحید لا اله الا الله را هم با قول و هم با عمل و هم با اعتقاد دوست می دارند، و اما اهل شرک زمانی که از توحید خبرشان می یابد، از اهل توحید سخن می رود، از توحید سخن می رود، بدنشان به لرزه می آید، به سوز و گداز می آید. اهل شرک را دوست می دارند و آن دعوا و آن ادعایی که از محبت الله، محبت توحید الله، محبت اطاعت الله، محبت عبادت الله می کنند، همه اش دعوای دروغین است و دعوای باطل است. یعنی امروز ما مشرک های را مشاهده میکنیم که قبر پرست است، هیکل پرست است، طاغوت پرست است، اما با دعوا میکند که محبت الله دارد، محبت توحید دارد، محبت عبادت الله دارد. ما میگیم که این محبتش محبت باطل است و دروغ است و کاذب است، زیرا که الله در سوره زمر آیه 45 میگوید و اذا ذکر الله وحده اشمئزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة و اذا ذکر الذين من دونه اذا هم يستبشرون. هر زمانی که یگانه ذکر الله ذکر کرده می شود، بیان کرده می شود، آنانی که بر روز آخرت ایمان ندارند قلبهایشان می سوزد و می لرزد. اما زمانی که غیر الله ذکر کرده می شود آنها همه اشان بشارت می دهند. اهل شرک هم این طور هستند. وقتی که در نزد مشرک درباره توحید صحبت میکنی، در نزد مشرک درباره اهل توحید صحبت میکنی، درباره موحدین صحبت میکنی، درباره معنای لا اله الا الله نفی و اثبات صحبت میکنی، بدنش به لرزه می آید، غضبش می آید. زمانی که از قبر پرستی و اولیا پرستی و دیگر از شرکیات سخن میکنی، همه به رویهای کشاده و چهره‌های کشاده بشارت دهان سخن تو را گوش میدهند. و در حقیقت الله در این سوره زمر آیه 45 راست گفت
و الله راستگوینده ترین راستگویان است. و کیست آنی که راست بگوید بجز الله؟ الله یگانه راستگوست که همیشه سخن راست و مفید و پرمعنا گفته است. پس هر کسی که تأمل به حال مشرک زمان خودش بکند یا تأمل و اندیشه به حال مشرکان تاریخ‌های گذشته بکند، در همه زمان و مکان می‌بیند که این مشرک ها را انمین صفتی که الله اونها را بیان کرده است جمع می‌کند. یعنی همه این مشرکان، مشرک‌های گذشته و امروزه در زمان ما هم می‌بینیم که وقتی که از اهل توحید سخن می‌رود غضبشون میاد، وقتی که از اهل شرک سخن می‌رود خوششون میاد. و چقدر از قبر پرستان امروز در مسجدها میشینند، گویا که عبادت میکنند، زهد میکنند، اما قلبهایشان ضیق است و تنگ است. در درون مسجد ضیقند، تنگند، در درون حلقه های توحید نشسته نمیتوانند، اما وقتی که در نزد قبر نشستن اونها خوشحالند، زیرا که اونها مشرکند. سبحان الله. و چقدر از تمجید کنندگان و چقدر از لاف زنندگان طاغوت پرستان و کسانی که به حکم غیر الله حکم میکنند و الحاد و شرک را انجام میدهند، این عملشان را از ترقیات و از پیشروی و از یک عملی عجایب و غرایب و خوب حس میکنند، در حالتی که به حکم الله در بالاشان وقتی که حکم شد دلشان ضیق می شود. یعنی خودشان را مسلمان میگویند اما به حکم الله حکم کردن را بد میبینند، از حکم الله دلشان میلرزد. وقتی که رجم زناکار را میبینند بدنشان میلرزد. امروز در اینترنت ها میبینید در افغانستان یک جماعت مسلمان یک زناکار را که ثیب بود رجم کردند، یا که یک جوان دختر جوان پسر را که در زدند. همه مسلمانند لیکن بعد میبینند میگن که این عملشون وحشیانه است، بعدشون میاد اعوذ بالله این حکم قرآن است، اما از حکم غیر الله خوششون می آید. پس اینها کی هایند؟ و چقدر از اونهایی که کافران را دوست می دارند، موالات بر کافران دارند، دوستداری و نصرت می دهند، کافران را هم دوست می دارند هم نصرت می دهند ملحدان را. وقتی که کافر و ملحد را می بینند خوشحال می شوند، به اونها هدیه ها می دهند و به این کافرها دوستی می کنند و به کافر صداقت و مهربانی دارند. اما زمانی که اهل توحید را می بینند، اهل سنت را می بینند، اهل جهاد را می بینند، قیامتشان قائم می شود و در اینها نشانه های کفر صریحاً آشکاراً واضح می شود و آشکار و صریح به اهل توحید، به اهل سنت دشمنی می کنند، مسخرهشان می کنند، قتلشان می کنند، دشنامشان می دهند. سبحان الله. و با همه راه با اهل توحید دشمنی می کنند، با زبان و با قلم و با یراق و با این همه راه ها. سبحان الله. و چقدر امروز مرجئه ها به وجود آمده اند که شرک و اهل شرک را عذر می دهند، میگن که اینها نفهمیده اند، اما زمانی که بر بالای مؤمن نظر کردند، این مرجئه ها زمانی که به مؤمن یک موحد روبرو شدند، به این موحد با قهر و با غضب نظر می کنند. اینها کسانی هستند که عزتشون اعزاء علی المؤمنین هستند، عزتشون در بالای مؤمنان است، اما در نزد کافران و مشرکان و مرتدان و منافقان خوار و ذلیلند. مرجئه ها همینانند. چقدر امروز مرجئه هست که در نزد کافر خوار و زار و
ذلیل است، اما در نزد مؤمن هیبت خود را میخواهد که نشان بدهد، عزت خود را میخواهد که نشان بدهد. این مرجعه ها خوارج و کافر کنندگان اهل توحید هستند، اما مرجعه الغلاة با همراهی مرتد و مشرکین هستند. یعنی این مرجعه های نوپیدا، مرجعه های معاصر به اهل توحید مثل خوارج معامله میکنند و اهل توحید را کافر میگند و غیره و غیره، و اما مرتدین را عذر میدهند و مشرکین را مسلمان میدانند و غیره. حتی بعض این مرجعه ها به جای رسیده است که هر کسی که عباد القبور، بنده های قبور، قبر پرستان را از غلات صوفی کافر بگوید، از مشرعین و قانونسازان را کافر بگوید، حاکمان غیر الله را، حکم کنندگان حکم غیر الله را کافر بگوید، هر کسانی که کافر را دوستی بکند، اونها را نصرت به بالای مسلمان بدهد و مظاهر بدهد، اونها را کافر بگوید، این مرجعه ها برآمدن انسان ها را، این گونه انسان ها را خوارج میگویند. سبحان الله. چگونه که رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند میزان انقلاب شد، قلب الامور، یعنی هر یک چیز جای خودش را عوض کرد. مرجعه به جای این که به کفار دشمنی بکند، به اهل توحید دشمنی میکند. به جای این که به بندگان قبر پرستگان دشمنی بکند، به اهل توحید دشمنی میکند. بدل این که مرتدان کافران را تکفیر بکند، اهل توحید را تکفیر میکند. پس بداند که همه این کسانی که ذکر کرده شدند، همه این فرقه‌ای که ذکر کرده شد، پس بارک الله فیکم بدانید که همه اشان خصوم توحید هستند، دشمنان توحید هستند، دشمنان اهل توحید هستند. در همه زمان و در همه مکان انا منها دشمنان توحید هستند. نظر به تاریخ محمد ابن عبدالوهاب بکنید، ببینید که چقدر رافضه ها، صوفی ها، خوارج ها و این چنین مرجعه ها طعنه زدند به محمد ابن عبدالوهاب و محمد ابن عبدالوهاب را تکفیری و این چنین محمد ابن عبدالوهاب را طعنه ها و غیره کردند. و امروزه مرجعه های هم مثل پیشتر مرجعه ها عمل کرده شدند و کم نیستند. پس بارک الله فیکم، محبت الله ضرور است و ترک محبت غیر الله هم ضرور است و واجبات از واجبات دین است. و این همه فرقه های، گروه ها که به شما ذکر کرده شد، از فرقه و گروه ها و منهج های باطل، همه اش کسانی هستند که محبت الله را ترک نموده اند. به زبانشان دارند، اما وقتی که به عملشان نظر میکنیم دشمنی محبت الله، دشمنی الله، دشمنی توحید، دشمنی اهل توحید هستند، دشمنی حکم الله، دشمنی دین الله هستند. بارك الله فيكم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. الحمد لله الذي أرانا نفاقهم وعورهم وعرفنا كفرهم في لحن أقوالهم، وإن على هذه النعمة لربنا ومعبودنا من